اگر دنبال نور، آگاهی و سلامتی، اگر دنبال نور و آرامش و ثروت هستی، اگر دنبال نور و یک همدم راستین هستی، باید لایق و مستعد نور باشی. نور به دنبال کسانی میگرده که لایق و مستعد نور شدن دارن. حواسشون هست که نور چی میخواد ازشون، نه اینی که مانند موش دنبال تاریکی ها و در تاریکی ها بگرده. موش همیشه در تاریکی دنبال زشتی ها، گفتگوهای ذهنی و در ذهن تاریک میگرده. نور یابد مستعد تیزگوش، کو نباشد عاشق ظلمت چو موش. پس اگر میخواید نور باشید و به همه خواسته هاتون برسید، مستعد نور بشید تا تواناییاتون رو بشناسید و خودتون رو بکشید بالا. سلام.